بچه چه نالتی اعصابی داره که هر چیزی که به نفعشه تو بگی با در دیوار رو بشکنه، خودش با چاقو بزنه؟ حالا در سطح‌های مختلف خانواده‌های مختلف داریم دیگه، بستگی داره پدر مادر چقدر کسل بازی جلوی فرزند در آوردن در کودکی. آقایون خانوما، پدر مادرای زیر 35 سال گوش بدین، برای شما دارم میگم اینا رو. هر کاری، هر رفتاری تو زن و شوهر جلوی بچه بکنی، اون بچه مثل توتی همه رو حفظ میکنه. تو 50 سالگیت 60 سالگیت که ناتوان هستی همونا رو جلوت اجرا میکنه. هر چقدر شرافت، مهربانی، احترام بین شما زن و شوهر باشه، در 60 سالگی مثل جوانه‌ایه که بهش رسیدی، یه درختی که بهش رسیدی میتونی از سایه‌اش استفاده کنی، میتونی سیبشو بخوری، حالا هر درختی زدی، لیمو، پرتقال، کیوی، حالا هر کوفتی که هست. خب رفتار تو، آقا من خیلی ساده ایستی من به شما بگم،